پروردگار بار الله شخصیت هایی که از این وبا، از این بیماری یعنی بیماری مبتلا و گرفتار هستند، برای اونها شفای عاجل و کامل نصیب بفرما. شخصیت هایی که از این وبا وفات کردند، از دنیا گذشتن، بندگی کردند، اونها را رحمت و مغفرت بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و بزرگوار، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در اطراف و کنار این است که ما و شما امروز در حالت امتحان و سنجش الله رب العالمین قرار داریم. در اصل الله بزرگوار چی به این غریبی ها باشد، چی به این وباها باشد، چی به این دشواری ها و مشقت ها و مشکلی هایی که در حیات ما مسلمان ها آمده است، الله بزرگوار به اینها ما و شما را امتحان میگیره، سنجش میگیره. یعنی که من و شما باید حرکت کننده باشیم، صبر کننده باشیم تا اینکه از این امتحان و سنجش پروردگار رو سفید بیرون برایم. انشاءالله امروز میخواهم که چند حدیثی که درباره وبا هست اونها را برای شما بخوانم و بعد از آن یعنی در کنار و اطراف این که من و شما در حالت امتحان و سنجش خدا قرار داریم و خداوند حتی انبیای یعنی اولوالعزم، انبیای یعنی پیغمبرهای بزرگوارش به سخت‌ترین بلاها، به سخت‌ترین یعنی مشقت‌ها و مشکلی‌ها آزمایش کرد، امتحان و سنجش کرد. به همین خاطر انشاءالله که امروز کنار این کمی صحبت دارم. از حضرت عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها روایت است در صحیح بخاری. حضرت می فرمایند که از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از طاعون یعنی طاعون وبا می شود. از وبا پرسیدم، گفتم یا رسول الله این طاعون چی هست؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به سوی من خبر داد که انه کان عذابا یبعثه الله تعالی علی من یشاء. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این طاعون یعنی این وبا یک عذابی هست که الله حق سبحانه و تعالی به سوی شخصی بخواهد او را میفرستد. در اصل این طاعون برای شخصیت های بدین، برای شخصیت های متکبر و ظالم، برای شخصیت های یعنی فرعون و فرعون گونه و نمرود و نمرود گونه و ابو جهل و ابو جهلی ها در اصل این عذاب پروردگار است. اونها را به سبب این عذاب الله رب العالمین نشانه قدرت و توانایی خود را برای اونها نشان می‌دهد و به سبب یعنی این وبا اونها را الله رب العالمین عذاب میکنه و همچون فرعون و نمرود و ابو جهل هلاک کرده نیست و نابود میگردانه. و در دوام حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که فجعله الله تعالی رحمتا للمؤمنین. الله بزرگوار باز این یعنی طاعون را، این وبا را سبب رحمت برای مؤمن ها میگرداند. در اصل رحمت بودن این را ما یعنی عیناً یعنی در این شب و روز دیدیم که اکثر مردمی که از عبادت و بندگی خدا دور بودند، اکثر مسلمان و مسلمان زاده مؤمن یعنی مؤمن هایی که از نماز دور بودند، از عبادت و بندگی خدا دور بودند، اما وقتی که خبر این یعنی کرونا ویروس میگویند دیگر که وقتی خبر این شنیدن و بعد از اون برای اونها امر شد که باید شما در خانه نشینه، از خانه بیرون نشوه که این کسل سرایت کننده هست، گذرنده هست، از ترس این بیماری اونها یعنی رو به خدا آوردن، اونها اهل عبادت، اهل نماز گشتن، اونها را میبینی که یعنی خود را اصلاح کردن. به همین خاطر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که یعنی این وبا برای مؤمن ها رحمت است. رحمت که البته را شخصیتی که از این بیماری وفات کنند روایت های دیگر هست ان شاء الله آینده میخونیم. پیغمبر بزرگوار گفتند اونها حکم و درجه شهیدی را از خود میکنند، یعنی اونها شهید میشوند. از همه مقام و درجه بالا برای انسان ها، برای شخصیت هایی که وفات میکنند، یعنی این بهترین مرگ شهادت است. رب العالمین در قرآن میفرماید قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگوی محمد صلی الله علیه و سلم که نماز من،
قربانی من، زندگانی من، مرگ من برای الله رب العالمین است. یعنی که بهترین مرگ ها این مرگ شهادت. شخصیتی که از این وبا یعنی وفات کنه، بندگی کنه، اون شخصیت درجه شهیدی را از خود میکنه. در دوام حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که فلیس من عبد یقع فی الطاعون فیمکث فی بلده صابرا محتسبا یعلم انه لا یصیبه الا ما کتب الله له الا کان له مثل اجر شهید. پیغمبر بزرگوار گفتند که هر شخصیتی که وقتی یعنی این وبا، این بیماری وقتی در جامعه اونها پیدا شد، اون شخصیت یعنی در شهرش، در مکان خودش ایستاد، یعنی بیرون نشوه، صبر کننده باشه، یعنی در این حالت مشقت و دشواری و مشکلی که امروز ما و شما همشون کرانتین میگن در خانه ها نشسته هستیم، بعضی برادرهای ما خیلی در حالت دشواری و مشقت قرار دارن که بعضی اونها گرسنه هستند، بعضی اونها بیکار هستند. در این حالت صبر کننده باشند و از خداوند امید ثواب کنند و بدانند اینکه برای اونها نمیرسد مگر آن مقداری که پروردگار برای اونها نوشته کرده است. یعنی هر شخصیتی را که در مقدراتش، در تقدیراتش، در نصیبش این وبا، این بلا یعنی مبتلا شدن باشه، البته او را تأثیر میکنه و هر شخصیتی در تقدیرش، در نصیبش یعنی از این وبا مردن باشه، البته او از این وبا بندگی میکنه. یه انسان باید بدانه هر انسانی که صبر کرد در این حالت، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که در نامه اعمال او ثواب شهید نوشته می شود. یعنی امروز که ما و شما در حالت یعنی کرانتین هستیم، در خانه ها هستیم، از خانه بیرون نمی شویم، از جمعیت و جماعت، از مسجد دور هستیم، دیگر یعنی یار و دوستا را دیده نمی توانیم. در این حالت دشواری، در این حالت مشقت و مشکلی اگر من و شما صبر کننده باشیم و در برابر این یعنی خانه نشستن، این عصبها را یعنی خراب کردن، از خداوند امید ثواب داشته باشیم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در برابر یعنی این صبر کردن تو خداوند در نامه اعمال شما یعنی ثواب شهید می نویسه. که شهید پیغمبر بزرگوار گفتن خداوند تمام گناه شهید پروردگار می بخشه مگر قرض او بخشیده نمیشه. قرضی که از انسان گرفته است تا ادای قرضش نکنن، غیر از قرض دیگر گناهایی که خود شخصیت بین خودش و پروردگار از هر نافرمانبرداری و معصیتی که نزد خداوند کرده است، این گناهاش خداوند میبخشه. در روایت دیگر که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردن که حضرت انس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که الطاعون شهادة لكل مسلم. گفتند طاعون یعنی این وبا برای تمام مسلمان ها این چی هست؟ این حکم و درجه شهادت داره، شهید می شود. یعنی هر انسانی که از این وباها یعنی بندگی کنه.